592مین ویلچر به بازنشستگان اداره برق قم. این ویلچر انشاءالله امروز اهدا خواهد شد. به افتخار هرچی بازنشسته اداره برق دست محکم بزنیم. ماشاءالله ماشاءالله. تا به حال 591 ویلچر اهدا شده. امروز در جشن بزرگ مبعث رسول گرامی اسلام ویلچر اهدایی عزیزان بازنشسته اداره برق عزیزی 10 ساله. اکثر این ویلچرها از پویش جمع‌آوری درهای بطری هست. جناب آقای شفیعی از سراسر کشور جمع‌آوری میکنند. افتخار همه عزیزان بازنشسته اداره برق. یه دست محکم بزنید. ماشاءالله به خود مبارکت باشه دخترم. شفیعی متشکریم. سازش هم اندازه کوچولو جمع‌جور. چقدر خوشحاله بیارش دست ما کرد. دختر روی اشتباه نگم. مبارکت باشه عزیزم. خوشحاله دخترم یا پسرم به من؟ دختره. کاشین زاپاس هم داشت. اونجا نگاه کن، اونجا نگاه کن. این شکل تو پیسه بینا بادش